حاج خباس قمی شنیدید؟ کتاب نوشته بود به نام منازل الاخره. بعد در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها اونجا نیم ساعت مونده به مغرب این زیلوها رو پهن میکردن، مردم می نشستن انتظار جماعت. یه عاشق حسین مسئله گو هم میرفت رو منبر چند تا مسئله میگفت، از جمله این منازل الاخره عاشق خباس هم میخوند برای مردم. عاشق خباس آدم خوش قلمی بود، اصلا قلمش یه نمکی داره، مردم گوش میدادن. میگه پدر عاشق خباس، پدر ایشون نونوایی داشته، میگه شب اومد گفت شیخ عباس جات خالی، یه عاشق حسین مسئله گو داریم، شبای منازل الاخره به دست میگیره میخونه، بیا بشین تا بفهمی. عاشق عباس فرموده بودن دعا کنید تا بفهمن. حالا 30 سال میگه 20 سال چقدر پدرش زنده بود، میگه یک بار به روی پدر نیاورد کنه من نوشته که مبادا این پیرمرد خجالت بکشه. نگاه کنید شما، برای این موفق بودن.